رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کسی هست که قبرش باز میشه، از قبرش میاد بیرون. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم پشت سر بلند میشن. فرموده انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی، مردم بر پیش رو قدم های پیامبر صلی الله علیه و سلم حشر میشن. من حشر کننده هستم، یعنی مردم بعد از من پشت سر من حشر میشن، پیش پای من حشر میشن. مؤمنان چگونه حشر میشن؟ یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. الله اکبر. مؤمنان متقین چگونه حشر میشن؟ وقتی پادشاهان مهمانان خصوصی براشون میان وفد میگن، یعنی مهمان خاص پادشاه میان، با چه عظمتی، با چه اکرامی، با چه مقام و منزلتی و با چه استقبالی. مؤمنان متقین این گونه حشر میشن با احترام. یوم یحشر المتقین، یوم نحشر المتقین، متقین پرهیزکاران را ما حشر میکنیم الی الرحمن وفدا، یعنی مهمان خاص پادشاه که پادشاه براش یک ضیافتی فراهم دیدی. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. یا الله ما گناهکار را و همه عزیزان شنوندگان عزیز را، پدر و مادرانمان از این گروه قرار بده. وفدا یعنی با احترام، با بزرگی، با یک هیبت خاصی. بعضی از صالحین از شکم پرندگان و درندگان حشر میشن، یعنی آنها را خورده پرنده‌ای همونطور قبر شده، همون مرغ، همان ماهی تو شکم دریا غرق شدن، کوسه ها آنها را بلعیدن، درندگان آنها را دریدن، تو شکم پرندگان رفتن، لاشخورها را خوردن. همینجوری میرن حشر میشن. اون پرندگان و اون درندگان و اون ماهی حشر میشن، انسانهای صالح و مؤمن در شکم آنها حشر میشن. سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر. یعنی کسی که سوخته پودر شده همه حشر میشن. پودر شده کسانی که ماهی آن را خوردن، کسی که در دل دریا بودن، بمب اتم زده اصلا کلا نابود شدن، همه حشر میشن. کسی نیست که از آن روز فرار بکنه. راه فراری نیست. سبحان الله، راه فراری نیست. چگونه حشر میشن مردم؟ چگونه حشر میشن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده تحشرون حفاتا عراتا غرلا، حشر میشید پا برهنه، لخت، ختم نشده. چگونه از مادر متولد شدید؟ همونطور لخت مادر زاد. عایشه رضی الله عنها تعجب میکنه، یا رسول الله الرجال و النساء، زن و مرد همه لخت عریان، ینظر بعضهم الى بعض. سبحان الله. این عفت و پاک دامنی عایشه ام المؤمنین که در بین خیلی از دختران این زمان گم شده، مفقود شده. یا رسول الله زن و مرد به هم دیگه نگاه میکنن، خیلی شرم آوره. حیایی که امروز ام المؤمنین داره از کی میترسه؟ روز قیامت که زن و مرد همه با هم دیگه حشر میشن، لخت عریان، عورت ها کشفه. اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا. رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داد، یا عایشه الامر اشد من ان یهمهم او یهمهم ذاک. عایشه و از خیلی بدتر از اونه که تو فکر میکنی. اینقدر مسئله سخته، اینقدر اون روز وحشتنا، یوما عبوسا قمطریرا، یوما کان شره مستطیرا. روز خیلی وحشتناکه، روز خیلی هولناکه. اینقدر مردم درگیر گرفتاریای خودشون هستن دیگه کسی تو فکری این نیست که نگاه به زنی که لخت بغل دستی نگاهش بکنه. امروز اگر زنی که پوشیده هم رد میشه، همه نگاه ها به سوش میره که نگاه بکنن، ازش لذتی ببرن. بدبخت و بیچاره ها. روز قیامت دیگه زن مرد لخت و عریان، کسی به هم دیگه نگاه نمیکنه.
از حول قیامت. پس چگونه حشر میشن مردم؟ حفاتن، پابرینه، دمپایی نیست، عراتن، لخت، غرلن، ختنه نشده، اون تکه گوشتی از ختنه که را جدا کردن برمیگرده سر جای خودش، برمیگرده. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.